میگه خدا منو نمیبینه. ببین چی میگه. میگه پیش از آن که تو را در رحم نقش بندم تو را شناختم و بیش از آن که به دنیا بیایی تو را جدا کردم. خداوند قبل از این که تو بخوای اصلا اولین کلمت رو بگی، قبل از این که اصلا بخوای به این دنیا بیای، در رحم مادرت بودی، تو رو نقش بسته، تو رو میشناخته. پس این نیست که خداوند ما رو نمیشناسه، این نیست که خدا ما رو نمیبینه. خیلی وقتا ما خدا رو نمیتونیم ببینیم و فکر میکنیم خدا ما رو ترک کرده، اما خیلیه که کلامش حرف خودشه، حرف خود خداست که تو اینجا نوشته شده. داره میگه قبل از این که تو به دنیا بیای و در رحم مادرت بودی، قبل از این که هر تصمیمی در زندگیت بگیری، قبل از این که حتی مادر پدرت اسمی برای تو بذارن، خداوند تو رو میشناخته. خدا تو رو در رحم مادرت نقش بسته. چی از این بهتر؟ چی از این بهتر؟ چی از این بهتر که خدای آسمان و زمین، خدایی که منو ساخته، خدایی که این طبیعت ها رو ساخته، خدایی که فصل ها رو ساخته، تو عزیز رو میشناسه. چی از این بهتر؟ اگر احساس میکنی که از خدا دوری یا احساس میکنی خدا ازت دوره، دستت رو اینجوری بگیر، یا میخوای ببری بالا، هر کدوم که راحتی، یا میخوای اینجوری پایین بگیری، هر چی که راحتی. دستت رو باز به عنوان یک نشونه‌ای که من آماده‌ام که از تو دریافت کنم، آماده‌ام که بچشم، ببینم این خدایی که ازش صحبت میکنن و میگن کیه و چیه و چجوری منو قبل از این که به دنیا بیام اصلا میشناخته و نقش بسته در رحم مادرم. دستتو بگیر اینجوری باز کن. اگه دوست داشتی میتونی با من تکرار کنی، اگه نه من میخوام این دعا رو بکنم. بگو خدایا من امروز تشنم، من امروز آمادم که ببینم و بچشم که تو کی هستی. خسته شدم از هر راهی که رفتم، خسته شدم از هر دینی که این دنیا به من داده، دروغ‌هایی که این دنیا به من گفته. خسته شدم از همه اینا. میخوام که خدای حقیقی رو بشناسم، میخوام که تو رو بشناسم، میخوام که تو رو ببینم. بیا و در زندگی من رو ملاقات کن. بیا و من بتونم تو رو از نزدیک بچشم و لمس کنم و حس کنم و بدونم که این خدا هست. بیا و من رو ملاقات کن. در نام عیسی آمین. دوست عزیز، اگر این دعا رو کردی، منتظر بمون، منتظر خدا بمون، چون منتظران خدا خجل نخواهند شد. چیزی که باز در کلام خودش میگه کسایی که منتظر خدا میمونن، خدا میاد و ملاقاتشون میکنه. پس تشویقت میکنم که دستت رو باز بگیری به آسمون، نه فقط الان، یا همینجور باز کنی که خدایا منو امروز ملاقات کن، خدایا با من امروز حرف بزن و صحبت کن. و ایمان دارم که خداوند در زندگی تو عمل میکنه.